در این ماه شبی است که خداوند آن را شب قدر خوانده و درباره آن میگوید لیلة القدر خیر من الف شهر. چرا این شب را شب قدر نامیدند؟ چی فضیلت دارد؟ علامت‌های این شب چیست؟ و کدام عملها را بنده باید در این شب انجام دهد؟ در این برنامه انشاءالله اطراف این موضوعات سخن میگوییم. اهل علم در تفسیر نامگذاری این شب به شب قدر اختلاف دارند و بسیاری ها میگویند که این از سبب بزرگی از چنین نامگذاری شده، زیرا در این شب قرآن نازل شده و ملائک با سرداری جبرئیل علیه السلام در این شب فرود می آیند و در این شب برکت و مغفرت و رحمت الهی نازل می شود. شب قدر شبی بزرگی است که هر کی آن را دریافت مرتبه بزرگی را نائل می گردد. شب قدر شبی است که در آن ازدحام ملائک است. شب قدر شبی است که در آن شب تقدیرهای یک ساله ما از آسمان به زمین فرود می آید. این شب چی فضیلت دارد؟ اول اینکه این شب شبی مبارکی است، زیرا در این شب قرآن نازل شده است. إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. دوم، هر که این شب را با عبادت و از روی ایمان و اخلاص بگذراند، گناههای گذشته‌اش بخشیده می شود. شب زنده‌داری در این شب سبب مغفرت تمام گناهان است. عبادت در این شب بهتر از عبادت 83 سال و 4 ماه است، یعنی هر ساعت آن از 8 سال بهتر است و یک دقیقه آن بهتر از 8 ماه است. اینجا سخن سری تجارتی که فایده 100% دارد نیست، بلکه فایده آن 3 میلیون درصد است. لیلة القدر خیر من الف شهر. در این شب ملائک با رحمت و برکت و نیکی و مغفرت به زمین فرود می آیند. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. و آن شبی است که بدی در آن نیست. در قرآن آمده سلام هي حتى مطلع الفجر. معنای سلام را دو تفسیر کردند، یکی امان از تمام بدیها و دیگر این که این شب امان از شیطان است. و این چون این پیامبر صلی الله علیه وسلم هر کسی را که این شب را از دست می‌دهد محروم نامیده است، چنانه که می‌فرماید بیشک این ماه به شما آمد، در آن شبی است که بهتر از 1000 ماه است. هر کی از آن محروم شد از تمام نیکی‌ها محروم شده است و از نیکی‌های آن شب جز محرومان کسی محروم نمی‌شود. شب قدر کدام شب است؟ موافق حدیث پیامبر صلی الله علیه وسلم آن را در دهه آخری ماه رمضان باید جست. اینچنین در حدیث‌های دیگری آمده که آن را در روزهای طاق دهه اخیر باید جست. اینچنین روایتی است که آن شب انتقال می‌یابد از شب 21 به 23 و 25 و به اتفاق جمهور علما این شب شب 27 رمضان است. چگونه که در حدیث ابی بن کعب و ابن عمر و اینچنین در حدیثی که به قول محققان نزد بخاری صحیح است، از ابن عباس روایت است که مردی نزد پیامبر صلی الله علیه وسلم آمده گفت: ای پیامبری خدا، من مردی پیرانسالی هستم و شب زنده‌داری برای من مشقت می آورد. مرا به شب امر کن تا شاید خداوند آن شب را به شب قدر راست کناند. پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود: روز هفتم را شب زنده‌داری کن، یعنی روز هفتم دهه اخیر که آن شب 27 است. علامت‌های این شب کدام است؟ اینجا علامت‌های پیش از آن شب است و علامت‌هایی که بعد آن شب می‌براید. اما علامت‌های پیش از این شب این است که آن شب نه گرم است و نه خنک، چگونه ای که پیامبر صلی الله علیه وسلم در حدیثی فرمودند: شبی که شما روبرو میشوید نه گرم است و نه خنک. اینچنین در حدیث دیگری آمده که آن شبی است که نورانی و روشن، نه گرم است و نه خنک و در آن شب ستارگان پرتاب نمیشوند. اما علامت‌هایی که بعد این شب میبرایند چگونه ای که در حدیث‌های صحیح آمده که پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمودند: صبح شب قدر آفتاب در حال میبراید که شعاع ندارد و مثل کرسانی است و برآمدنش نیز ضعیف و سست است. اهل علم میگویند این از سبب بسیاری فرشتگان است که با بالها و جسمهای نازکشان آن را پوشانیده‌اند. و اما علامت‌های بهترین این شب که سبب نزدیکی بنده با خداوند میشوند اینهایند: شب زنده‌داری. پیامبر صلی الله علیه وسلم میفرماید: من قام لیلة القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هر کی شب قدر را با ایمان و اخلاص شب زنده‌داری میکند گناههای گذشته‌اش بخشیده میشود. دعا کردن. در صحیح ترمذی از عایشه رضی الله عنها روایت است که گفت: ای رسول خدا، اگر شب قدر را دریابم در آن شب چی بگویم؟ گفت: بگو اللهم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی. خداوندا تو عفو کننده سخی هستی و عفو را دوست می‌داری، پس مرا عفو کن. نزدیک شدن به خداوند با بخشیدنت کسی را که به تو ظلم یا بدی رسانیده است، زیرا تو از خداوند می‌خواهی تا تو را ببخشد. تو نیز از خطای دیگران بگذر تا خداوند از خطای تو بگذرد.
از بدبینی و جنجال در این شبها دور باش، زیرا سبب معین نشدن شب قدر در شب خاص این از سبب جنجال دو مردی بود. در صحیح بخاری از عباده ابن صامت آمده که پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمودند من برآمدم تا شما را از شب قدر آگاه کنانم و اینجا فلانی با فلانی مناقشه داشتند و آن از یاد من برداشته شد. شاید این خیری برای شما باشد و آن را در هفتم، نهم و پنجم آن جویا شوید، یعنی در دهه اخیر، شبهای 27، 25 و 29 آن. در ذکر و تلاوت قرآن و دادن صدقه و در انجام سنت ها و فریضه ها حریص باش. در صحیح بخاری و مسلم از عایشه رضی الله عنها روایت است که فرمود کان النبی صلی الله علیه وسلم اذا دخل العشر شد مئذره، یعنی هرگاه دهه اخیر می درآمد پیامبر صلی الله علیه وسلم میانش را محکم میبست. زیر قول میانش را محکم میبست دو تفسیری آمده. یکی این که این کنایه از دور شدن پیامبر صلی الله علیه وسلم از همخوابگی با زنانش بود و قول دیگر این که کنایه از کوشش کردن پیامبر صلی الله علیه وسلم در طاعت و عبادت بود. و در بعضی روایت ها آمده که احیا لیله، یعنی تمام شب را با عبادت میگذرانیدند و ایقظ اهله و خانواده‌اش را برای عبادت بیدار میکردند. از خداوند میخواهم تا برای هر یکی ما این شبی بزرگ را نصیب گرداند و ما را از اجر و پاداشی فراوانش بی نصیب نگرداند. در این شبهای بزرگ و اجابت دعا در حق ما دعایتان را دریغ ندارید. و صلی الله تعالی علی